مونیزه جهانگیر یکی از خبرنگاران شناخته پاکستان است و در برابر 15 نفر دیگر زیر دادخواست برای پایان دادن به آزار و بدگویی در اینترنت امضا گذاشته است. آنها را اساساً کاربران آزار می‌دهند که طرفدار حزب‌های سیاسی پاکستان هستند. مونیزه میگوید تنقید برای کارشان مشکل ندارد، اما بدگویی چیزی دیگر است. सबकी सहाफत के ऊपर तंकीद होती है همه ما رو برای کارمون تنقید میکنند، ولی به خبرنگاران زن مستقیم حمله می شود. دشنامه‌های قبیح میدهند و تهدید میکنند که تجاوز میکنیم. از بس که کار به اینجا رسید، ما گفتیم آنها از خط سرخ گذشتند و ما چاره بیاندیشیم. तो ये हम समझते थे कि ये अब सर से पानी गुजर चुका है और हमें ماه اوگوست از زنان خبرنگار 15 شکایت گرفتند. تا این زمان شکایت ها به 150 رسیده است. کاتب حقوق بشری پارلمان پاکستان لالچند ملهی میگوید برای پایان دادن به آزار و تهدید خبرنگاران زن ضرور است قانونی نو قبول شود. وزارت حقوق بشر طرح قانون محافظت خبرنگاران را تهیه کرده است. حکومت آن را تصویب کرد و حالا وزارت اطلاعات باید سهم خود را بگذارد. نیت داریم طرح را به زودی به پارلمان فرستیم. بسیاری از زنان خبرنگار طرفدار قانونی نو نیستند. این حکومت و حکومت‌های پیشین هم پیوسته کوشش کردند که شبکه‌های اجتماعی را زیر نظارت درآورند. سببش هم آزادی است که به شما می‌دهند. بسیاری از مسائلی که در مطبوعات انعکاس نمی‌شود در شبکه‌های اجتماعی آسان بررسی می‌کنند. سال 2016 قانون درباره محافظت از جنایت‌های الکترونیک قبول شد، ولی از آن سوء استفاده صورت گرفت. صدف خان رهبری سازمان مطبوعات برای دموکراتیا در تهیه دادخواست سهمی زیادی دارد. او میگوید آزار و بدگویی در اینترنت را نه قانون بلکه فرهنگ سیاسی از بین میبرد. طلب ما این است که حزب‌های سیاسی یک آدابنامه را برای طرفدارانشان تهیه کنند. حزب‌ها باید آشکارا فرهنگ آزار و اذیت و تهدید در اینترنت را محکوم نمایند. آنها باید به طرفدارانشان بگویند که این رفتار غیر قابل قبول است و گناهکار را تنبیه بدهند. دوم اینکه اداره فدرالی تحقیقات باید برای شکایت بر ضد افراد قدرتمند در حکومت کمک کند. ما می‌خواهیم پرونده‌هایمان عادلانه بررسی شوند. با باور کاتب حقوق بشری پارلمان پاکستان، قانون نو میتواند حزب‌های سیاسی را وادار کند در تغییر فرهنگ رفتار در شبکه‌های اجتماعی سهم بگیرند. یک تحقیق نشان داده است که 77% خبرنگاران زن در پاکستان از ترس آزار و بدگویی از گفتن واقعیت‌ها پرهیز می‌کنند. خبرنگاران به این باورند که قانون رفتار عموم را تغییر نمی‌دهد. به قول آنها حزب‌های سیاسی می‌توانند از طرفدارانشان بخواهند که آزار و بدگویی را بس کنند، وگرنه تنبیه می‌شوند.